خدا شکر که جدید اینستاگرام من نداره، راحت نیست من حرف بزنم راجبش، چون خیلی میپرسه، اونم خیلی میپرسه راجب ریلیشن قبلیم و یه جاهای حقم به اون داد، ولی خب من نمیتونم واقعیت رو بگم که دلیل اصلی کات ما اینستاگرام من بود، سوشال میدیای من بود. سر همین زن مجهول همه چی. و اینکه من دقیقا قبل از اینکه برم دیت، یعنی دقیقا شب قبلش باهاش حرف زدم و به نظر خودم تصمیم درست رو گرفتم. یعنی همه چی بین ما تموم شده بود، اصلا هیچ راهی وجود نداشت که ما آشتی کنیم، چون اون میگفت باید پاک کنی همه چیزاتو ببندی، من میگفتم نه، من به خاطر اینستاگرامم از ایران، از خانواده‌ام، از همه چیم گذاشتم، الان نمیتونم. خلاصه سر